سلام علیکم برادرای اهل اسلام. ما از نه همه برادری که ای دنیا گذشته است دلشادم. دینا بیگه ساعتی 7 بیگه برآمد ای خانه به سمت نامعلوم رفت. تا ساعت 10 شب همه کسا رفتیم کوفتیم نیفتیم. سحر ساعتای از ای 7 گذشته بود. رفت زنش قطعی اپش میراند، قطعی زنی من میراند در تنه درخت کشول دیگه با چی سبب کشول کرده از خودش ما نمیدانیم، سببش نامعلوم. پدر و مادرش ای دنیا گذشتگیه. در خانه دوتا اکا دارن. اکای دیمش پاش مایبای کار کردن نمیتونه. اکای یکمیش اوریا کرده بود 1-2 ماه پیش میانش لط خوردگیه. هم کار جسمانی کردن نمیتونه تا حاضره. برای می برادرای ای شما خواهش و التماس که همه برادر یاردم کنین را بجا و مکان خاطر. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه. این لله و این الیه راجعون. دوستان بیرگان در طرف کلوگا در شهر آبنینسک برادری ما را چیکار کردن؟ دور کشیدن یا که الله خودش میدونه که ملیسال سنجی برده سودی هنوز در مورگ خیلی از نشین و اهل بیت چی بودن با ما، یعنی کرتا یازنش نمره یازنش به خاطر خدا یک روبل 10 روبل پارتوش که دت کم عیوب داره تا این ولی تکش با آواری کرده که پدر و مادر نداره کم بغلم این شب بچه بیچاره خودش نو زنگ خورده 5 ماه 4 ماه کودک هم نداشته. روز در مورگینا منیم یک مرده برادری تاجیک خواهری تاجیک در مورگا بومه یا بسوزه یا بپسه، یعنی که دور کشیدگیش یعنی در زمین خواب بودنشه. در تلگرام در اپیسانی میمونه و در کامنتری بدرو ببینی سین در جویم دخترو خلاص این در زمین شتگی خواهش میکنم برادرو ویدیو رو پان کنید. چقدر میتونه 1 روبل 2 روبل بچه اکه حاجی خواستیم صحبت کردیم. ان شاء الله ما پگاه حرکت میکنیم بگیریم مرده رو روی کنیم. اگر ابسلیتونی سختی بند نرو که سنجش برای کی کشتنش چیکار کرده فقط دعاگو باشه التماس همدردی کنی رقم یازنشن و کارت یازنشه. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله.